با درودی دوباره. درود بر شما دوستان همراه در این سری از برنامه‌ها به نام ناگفته‌های تاریخ در کنار شما دوستان هستیم. ناگفته‌های تاریخ به گوشه‌هایی از این تاریخ می‌پردازه که شاید برای ما گفته شده ولی درست نبوده. نامه 22 بهمن به مناسبت سالروز 22 بهمن به عنوان فتنه، انقلاب یا شورش می‌پردازیم. ما کلمه‌هایی را که برای یک حرکتی به عنوان جنبش سیاسی یا فعالیت سیاسی استفاده می‌کنیم باید توجه کنیم. کلمه‌هایی هستند که بار معنایی خوبی ندارن یا اینکه بار معنایی منفی دارن، ولی ما استفاده می‌کنیم یا دوستان استفاده می‌کنن برای اینکه به نظر اونها این کلمات مناسب این حرکت‌ها هستند. در اینجا می‌خواهیم به کلمه فتنه بپردازیم. آیا انقلاب 57 یک فتنه بود؟ ولی فتنه به چه معناست؟ کلمه فتنه از زمان صدر اسلام استفاده می‌شد. زمانی که جنگ‌های داخلی اتفاق می‌افتاد که یکی از اونها مثلا جنگ سقیفه یا اختلاف‌هایی بود که بین یک سری از بزرگان عرب با ابوبکر وجود داشت که این بزرگان با بیعت با ابوبکر این فتنه را یا این مشکلات رو حل کردند. شیعیان ایران و عراق به سرکردگی ابو مسلم خراسانی بر علیه سلسله اموی بود که به سرنگونی امویان منجر شد. همچنین انشقاق مسلمانان و به وجود اومدن شیعه و سنی بود که همه اینها را در تاریخ به عنوان فتنه یاد می‌کنند. اما کلمه فتنه به تازگی ها به خاطر سالگرد انقلاب 1357 از طرف خانم فرح دیبا در یک بیانیه‌ای به عنوان فتنه یاد شده. ایشون در سرتیتر بیانیه‌ای که نوشتند به مناسبت فتنه بهمن 2537. ولی چرا فتنه؟ کسی که در زمان وقوع انقلاب یکی از اون کسانی بود که در دربار حضور داشت. انقلابی که در اون زمان خیلی از بزرگان یا سیاستمداران کشورهای خارجی وجود این انقلاب را پیش بینی کرده بودند. مثلا در تاریخ و خاطرات سیاستمداران نوشته شده که جان اف کندی همون موقع به شاه ایران گفته بود اگر این اختلاف طبقاتی را کم نکنی، اگر این اختلافات را در جامعه از بین نبری، با این شرایطی که به وجود آمده است ممکن است انقلابی به وقوع بپیوندد. ولی چرا باید الان بعد از 40 سال گذشتن از اون زمان از طرف خانم فرح دیبا چنین کنشی، چنین مبارزه‌ای را فتنه یاد می‌کنند؟ باید ببینیم که ایشان خودشون در زمانی که انقلاب اتفاق افتاد چه نقشی در دربار داشتند. آیا یک آدم کاملاً پسیو و غیر فعال در سیاست ایران بودند؟ کاری نمی کردند؟ فعالیتی نداشتند؟ یا اینکه باید ببینیم کسانی را که در صدر قدرت بودند با انتخاب مردم بود یا اینکه فتنه‌گرها چه کسانی بودند؟ کشورهای خارجی یا سیاستمداران خارجی که از 2 ماه قبل از انقلاب هر یک روز در میان به دربار می رفتن و به شاه مشورت می دادن.
اینها فتنه‌گر بودن، یا مردمی که جونشون رو کف دستشون گرفته بودن و در خیابونها فریاد آزادی میدادن، فتنه‌گر بودند. چه کسانی فتنه میکردن؟ اصلا چرا باید مردمی که زندگی و رفاه داشته باشن فتنه کنن؟ همه میدونیم که انقلاب 57 انقلاب نان، مسکن، آزادی، رفاه بود، ولی این اتفاق نیفتاد. انقلاب 57 به اون روندی که باید میرفت نرفت. انقلاب 57 منحرف شد. این حرف من نیست، حرف همه کسانی هست که در جریان انقلاب حضور داشتن، حرف همه کسانی هستش که فعالیت میکردن، حرف کسانی هست که حتی بعد از اینکه انقلاب شد، بعد از اینکه خمینی به ایران اومد، هنوز هم توی خیابون بودند. کسانی که وقتی قانون قصاص آیت الله بهشتی تصویب شد به خیابون اومدن. کسانی که وقتی تابلوی دکتر مصدق را به عنوان اسم یک خیابون کندند و بر دوش گرفتند و شعار دادند، باز هم بیرون اومدن. کسانی که قبل از به سر کار اومدن خمینی معترض بودند، ولی با آمدن خمینی هنوز هم معترض بودند. اینا کسانی بودند که انقلاب را رقم زده بودند. ولی چرا انقلاب به اون مسیری که باید میافتاد نیفتاد؟ چرا انقلاب منحرف شد؟ برای پاسخ به تمام این سوالها قصد داریم با دوستی که امروز همراه ماست، آقای طهمورث زمانی، به گفتگو بنشینیم. آقای طهمورث زمانی به عنوان کنشگر، فعال سیاسی، تمام زندگی، جوانی و عمرش رو برای آگاهی و مبارزه صرف این جامعه و ایران کرده. اگر آقای زمانی آماده هستند به ما ملحق بشوند تا بتونیم در مورد این موضوعات با هم به گفتگو بنشینیم. تا آقای زمانی به ما ملحق میشن، یک مقدار در مورد اتفاقهایی که اون روزها در دربار و حکومت پهلوی اتفاق میافتاد و انتخابهایی که اون زمان برای کسانی که در صدر قدرت بودن بحث میکنیم یا صحبت میکنیم. ما صحبت میکنیم در مورد کسانی که در وارد قدرت میشدن. باید ببینیم این آدم ها به فرمان یا به توسط چه کسانی وارد قدرت میشدن. مثلا آقای سید حسین نصر. آقای سید حسین نصر که خانم پهلوی یا خانم فرح دیبا امروز از انقلاب به عنوان فتنه یاد می کند، در همون زمان رئیس دفتر ایشان بودند. سید حسین نصر، اگه شما برید کتاب‌های آقای سید حسین نصر رو مطالعه بکنید، سر تا سر کتاب‌هایی که نوشتن فقط در مورد اسلام، ترویج اسلام، قانون اسلام، چگونگی اسلام، رفتارها در اسلام و حتی ایشان ماشین را به عنوان وسیله نقلیه یا تکنولوژی قبول ندارن که میگن در روستای ما دیدم که کسی بود که بر سلام آقای زمانی، خوش اومدید. سلام بر شما خانم قلعه‌داری و تشکر از دعوتتون. سپاس از خواهش میکنم، خوش اومدین. خیلی خوشحالمون کردید آقای زمانی در این برنامه که سری برنامه‌های ناگفته های تاریخ با موضوع 22 بهمن 1357 یا به گفته خانم فرح دیبا بهمن 2537 به عنوان فتنه، آشوب یا انقلاب، که میخوایم با شما امروز در مورد
موضوع انقلاب 57 و چگونگی تعبیر نامی که برای این جنبش سیاسی میذارم با هم به بحث بشیم. آقای زمانی، من قبل از اینکه شما تشریف بیارید در مورد انقلاب و انقلاب 57 و نامگذاری اون به عنوان فتنه و تعریف فتنه و اینکه چه چیزهایی را در کلا در فعالیت‌های سیاسی به عنوان فتنه یاد می‌کنن با دوستان صحبت کردم و همونجوری که شما خودتون هم در جریان هستید، خانم فرح دیبا از انقلاب 57 به عنوان فتنه یاد کردن. سوالی که من از شما دارم اینه که اگر انقلاب 57 را به گفته خانم دیبا فتنه به حساب بیاریم، هر فتنه یک جریان سیاسی یا یک موضوع یا یک حرکتی لازم داره که این حرکت ما میگیم در زمان انقلاب توسط یک عده‌ای صورت گرفته، ولی چیزی که اینجا پرواضح هستش هر فتنه یک فتنه‌گر لازم داره. به هر حال هر عملی یک عامل میخواد که به هر حال در جریان انقلاب هم ما مردم را داشتیم در برای انقلاب یا کسایی که بعد از انقلاب سر کار اومدن، روحانیون رو داریم، رجل سیاسی زمان پهلوی رو داریم و یا عوامل و نیروهای خارجی رو داریم. من میخوام ببینم که نظر شما در مورد این که اصلا نظر شما در مورد اینکه این انقلاب فتنه بود، آشوب بود و یا انقلاب بود چی آقای زمانی؟ ببینید خانم قراداغی، این صحبتی که خانم فرح دیبا میکنن در سطح یک آخوند حوزه علمیه که مسئله به این مهمی در یک کشور فتنه مینامن. انقلاب یه چیز از سایه نیست که بگیم از امروز تا فردا انقلاب شده تو مملکت. یک زمینه ای میخواد به مرور که سالها این زمینه در کشور وجود داشته که منجر میشه به انقلاب. شما در سال 42 کندی به شاه میگه اگر این رفرم ها رو انجام ندی کشورت منجر میشه به انقلاب. در کشور این تضادهایی که هست، تضاد طبقاتی شدیده، فقر شدیده، روستاییان فاصله شون با شهرنشینان شدیده. اینها را تو اگر انجام ندی، نتونی این فاصله را کوتاه کنی، انقلاب منجر میشه. بعد این را ما هم نگفتیم، خود شاه و خود خانم فرح دیبا و اطرافیانشون، آقای رضای قطبی، اون برنامه را درست کردن که شاه آمد گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم، نگفت من صدای فتنه شما را شنیدم. ایشون اگر فتنه میدونست میبایست همون زمان بیاد در تلویزیون و بگه آقا من میبینم فتنه ای در جریان در کشور و عده دستهایی در کاره، اون دستها رو به ما معرفی کنه. ایشون چه کرد؟ آمد تمام اطرافیان خودش دستگیر کرد زندان. گفت فاسد اینا بودن، دزدی اینا بودن، ظلم از طرف اینها بوده و به همین خاطر من دارم صدای انقلاب شما رو شنیدم. این یه حرفی نبود که ما بزنیم، خود اونها میگفتن، قبول داشت انقلاب. آقای زمانی طبق فرمایش شما تا اونجا که من اطلاع دارم همین متنی رو که آقای محمد رضا پهلوی اومدن پشت دوربین و قرائت کردن، تا اونجا که من اطلاع دارم میگن که نویسنده اصلی رضا قطبی بوده. رضا قطبی پسردایی خانم فرح دیبا هستن که حتی روایت هایی هستش که خانم فرح حتی در نوشتن این نامه با آقای رضا قطبی مشورت کلا با هم تصمیم گرفتن که چنین چیزی را بنویسن. خب چطور در زمانی که مردم این همه در کف خیابون فریاد میزدن اون مرگ فلان مرگ بر این اون میگفتن، اون موقع این حرکت انقلاب بود. حتی به دید خانم خود فرح که یا خودش نوشته این نامه را یا کمک کرده که آقای قطبی بنویسه، اون موقع انقلاب بوده. چطور بعد از گذشت 4 دهه این نتیجه رسیدن که این انقلاب نبود، فتنه بود؟ ببینید خانم قراداغی، بیش از 52 میلیون از جمعیت 85 میلیونی ایران بعد از انقلاب به دنیا آمدن. اینا هیچ اطلاعی از اون که در مملکت چه گذشت که منجر به انقلاب شد ندارن.
عرض کردم خدمتتون انقلاب یه چیزی نیست که از امروز تا فردا، یه شورشی نیست که امروز و فردا انجام بشه. زمینه میخواد، سالها بی‌عدالتی، سالها عدم مدیریت باعث شد به اون نقطه‌ای ما رسیدیم که سال 57 رسیدیم. اینها افراد بسیار وقیح و بی‌آبرویی هستن که میان بعد از این همه جنایتی که انجام دادن میان یه همچین صحبتایی میکنن که از خودشون هم تازه طلبکار میدونن از مردم. ببینید اوایل انقلاب یک نفر، یعنی تا 5-6 سال اول انقلاب که آخوند شروع کرد به کشتن و زدن و بردن، یک نفر نمی اومد از عملکرد کار اینها دفاع کنه. یک نفر و من ندیدم که بیاد بگه آقا کار ما درست بود، ما این کارهای مثبت انجام دادیم، اگر هم اشتباهی شده تو هر حکومتی اشتباهی انجام میشه. هیچ کس در هیچ مقطعی شما نمیتونید بیای به من نشون بدی که این حرفا زده باشه در دفاع کرده باشه. میان میگن هویدا گفته که قیمت خودکار بیک 5000 بود، آخرش هم 5000 بود و این حرف را یه همچین شایعاتی درست میکنن، تکرار میکنن، بعد میشه ملکه که واقعا این یه همچین حرفی بوده. بیچاره هویدا در سرتاسر محاکماتش هست. این که دیگه الان زمان فتحعلی شاه نیست که از قول این و اون بگی نشه ثابت کنی. این فیلم های دوربینشو هست، ببینید شما آیا ایشون را اصلا یک کلمه از سیستم دفاع کرد، یک کلمه از عمل کرده. بعد ایشون شما کاراشو ببین، در زمان ایشون تورم بود، همه رقم این فسادی که الان شما در این رژیم میبینی در اون رژیم هم به طرق مختلف بود. شما این رژیم آقای ولایتی رو میبینی 80 تا میگن شغل داره، اون رژیم آقای عیادی بود میگفتن 80 تا شغل داره. این رژیم شما یه دری میبینی که میخورن و میبرن، اون رژیم هم به همون جور. اینه که چیزی فرق نکرد، منتها اینها عملکرد آخوند انقدر وحشتناک بود که اینا یه دفعه یواش یواش از اون سولاخاشون سر در آوردن که مثل که ما بهتر بودیم. یعنی ما را شایسته این میدونن که کی کمتر تو سرمون بزنه کی بیشتر، حالا که اون که بیشتر میزنه اون کمتریه پس بهتر بود. یعنی شخصیتی برای مردم ایران قائل نیستن. یه جنایتکاری مثل پرویز ثابتی بعد از 40 خورده سال، آدمی که خودش 3 ماه جلوتر از انقلاب فرار کرد، تا سالها جاشو نشون نمیداد، میترسید مردم برن به پیداش کنن بگیرن بکشنش. این الان یه دفعه سر در آورده که من چقدر کار ما درست بود، شکنجه میکردیم. نه، ما اصلا شکنجه نمیکردیم کسی. یعنی یه بدیهیاتی رو آقای زمانی اتفاقا من میخوام چیزی که در مورد همین بیانیه‌ای که خانم فرای دیبا دادن به این نکته برسم که ایشون وقتی دارن از فتنه صحبت میکنن، همین فرمایشی که شما الان داشتید، ایشون وقتی دارن از فتنه صحبت میکنن آیا منظورشون فتنه‌گرا مردم کف خیابون میدونن یا کسایی مثل پرویز ثابتی هایی که با خود اینا از ایران یا زودتر از ایران خارج شدن میدونن که در دربار کنارشون بودن، یا روحانیونی که قدرت رو به دست گرفتن یا روشنفکرایی که در زندان بودن؟ کدوم یک از اینا از نظر به نظر شما از دید خانم کدوم یک از اینا فتنه‌گر میتونن باشن؟ ببینید اینها یه چیزی را انداختن تو دهن مردم به نام روشنفکر. شما برو زمان برگرد به زمان انقلاب. زمان انقلاب، زمانی که انقلاب شد، از احزابی که وجود داشت در اون مقطع یه سازمان مجاهدین بود که تمام نفراتش زندان بودن و یه عده‌شون هم تغییر موضع داده بودن و چپ شدن. سازمان چریکا بود، 30-40 نفر بیشتر بیرون نداشت. یعنی در حد این بودن تعداد افرادی که به ما روشنفکر مینامیم. اینها اگر بتونن یه همچی انقلابی انجام بدن، یه همچی سیستمی رو عوض کنن، خودشون بر قدرت می نشستن. چرا بیان بدن به خمینی؟ اینها میان، خود خانم فرای دیبا مشخص است که منظورشون که کی فتنه‌گره. همونجوری که شما میفرمایید ارتش فتنه‌گره، آیا قره‌باقی فتنه‌گر بود؟ آیا اون افرادی که با آخوندا در تماس بودن، سپهبد نمیدونم آذربایجان فتنه‌گر بود، فردوس فتنه‌گر بود؟ کدام یک از اینا فتنه‌گرن؟ ما شخص دیگه ای نداشتیم تو مملکت به طور کل 57 سال دست خاندان پهلوی بود. حالا این فتنه‌گرا کی بودن؟ آخوند فتنه‌گره که شما خودتون دنبال روی آخوند بودید. شما خود همین خانم فرای پهلوی تحصیل کرده فرانسه، زینبیه رو میره خرج، کاشیکاری زینبیه رو میده.
ایشون تفکرش هیچ فرقی نکرده بود. الانم که بعد از این همه سال به جای اینکه بیان از مردم عذرخواهی کنن، یعنی اینا اگر یک ذره نیت خیر داشتن می آمدن میگفتن ما جنایت‌های انجام شد در اون مقطع و ما شرمساریم از این چیزی که به این انجامید. ببینید اگر زمان محمد علی شاه که بیرونش کردن آقای شیخ فضلالله نوری آمده بود در رأس کار رو شروع میکرد به آدم کشی، مردم هم میگفتن خدا رحمت کنه محمد علی شاه را. این دلیل نیست که محمد علی شاه آدمی خوب بود، این دلیله که این چقدر جنایتکاره که مردم میگن اون یکی باز بهتر بود. و این جنایتکارا در دامن شما پرورش یافتن. این جنایتکارا محصول این بودن که شما روزنامه‌ها را تعطیل کرده بودید، احزاب را تعطیل کرده بودید. هیچ کس نبود جز یک سری دلغک، جز یک سری افرادی سیاستمداران. شما کیا بودن؟ ببینید شما، من ایشون نخست وزیری داشت به نام هویدا که 15 سال و چند ماه نخست وزیر بود. دید ایشون راجع به دنیا و راجع به سیاست‌های جهانی صفر بود. ایشون هر چی که شاه میگفت تایید میکرد. زمانی که شاه رفت کنسسیوم دوم را امضا کرد که بزرگترین خیانت بود که کنسسیوم اول هنوز داشت تمام میشد، ایشون 20 سال به حساب تمدیدش کرد. هویدا این را برد در مجلس با قید 3 فوریت، نه 2 فوریت، 3 فوریت این را تصویب کرد و نماینده‌های مجلس حتی نخونده بودن اون قرارداد. این نخست وزیرش بود. رئیس مجلسش یه شخصی بود به نام عبدالله ریاضی، 16 سالشون رئیس مجلس بود، 4 دوره ایشون رئیس مجلس بود. این انقدر بیشعور بود، انقدر دیدش از اجتماع کم بود، مثل همین خانم فرح دیبا که میگن فتنه‌گر. این آقا رفته بود از کشور خارج شده بود در دوران شلوغی‌های انقلاب. زمانی که شلوغ شد این از کار برکنارش کرد، شاه جواد سعید گذاشت جاش. ایشون رفته بود فرانسه، تو شلوغی‌ها برگشته بود حقوقش بگیره. شما ببین سیاستمدار رئیس مجلس یه تحلیلی نمیداده اوضاع اجتماع که در چه جور جریانیه. و این خیلی جالبم به شما بگم، من ایشون در فرودگاه پاریس که بوده با خلخالی لباس به قول معروف شخصی پوشیده بوده، اونم منتظر هواپیما بوده که برگرده تهران. خلخالی اینو میبینه با 2 تا نوش بودن، دخترش بودن، میبینه از این فریشاپ به اون فریشاپ. خب خلخالی هم که آدم بدبخت حتی رفته بود اونجا یه 20 تا لواش و 2 تا نیم کیلو پنیر با خودش برده که اونجا چون پولی نداشته که خرید کنه. اون اینا رو که میبینه تو فریشاپ خب میگه که ببین چه پولایی دارن خرید میکنن و فلان. بعدها که ایشون در دادگاه خلخالی میاد، خلخالی بهش میگه که تو در پاریس که بودی در فلان روز در این فلان فریشاپ با اون 2 دختر چه میکردی؟ این بیچاره فکر میکنه جاسوس های رژیم جمهوری اسلامی، موقع هنوز جمهوری اسلامی نیامد بود، همین آخوندا جاسوس هاشون تعقیب میکردن. بیچاره به چیز میفته که آقا شما منو بس در نظر زیر نظر داشتی. یه همچی افرادی رجل سیاسی دور و بر این شخص بوده. شما دیگه چه انتظاری میخواید داشته باشی؟ افرادی که ایشون دورش جمع کرده بود، 1 نفر اینا سرش به تنش نمیارزید. ایشون بعد از آقای زمانی ببخشید مثلا صحبت شد اتفاقا در مورد حالا رجل سیاسی که دور شاه بودن، حالا بحثش زیاد هستش که بهش میرسیم، ولی الان بیشتر حالا اولش میخوام در مورد کسانی که با خود خانم فرح دیبا کار میکنن. شما اطلاع دارید که کسی که با فرح دیبا کار میکرد سید حسین نصر که رئیس دفتر ایشان بودن، که البته خیلی ها میگن که سید حسین نصر مدت زمان کوتاهی به عنوان رئیس دفتر ایشون انتخاب شدن، البته اون اواخر بود، ولی مهم انتخاب ایشون هستش. و اطلاع داریم که سید حسین نصر کتاب‌های خیلی تعداد کتاب‌های زیادی در مورد اسلام شناسی و حتی الان اتفاقا شما تشریف آوردید، من داشتم میگفتم که یک داستان ایشون داره، روایتی از ایشون هستش که در دک دیدم که روستایی ما روی خر نشسته داره کتاب میخونن. یعنی اینکه تکنولوژی رو قبول ندارن ایشون، اینکه حتی با جای با خر هم میتونه آدم‌ها رو مطالعه کنه. فکر می‌کنم این نصف باشه، الان خیلی روزه ندارم فکر کنم برایتون باشه، ولی آدمی با چنین افکار به عنوان رئیس دفتر خانم فرح دیبا انتخاب میشه. به هر حال رئیس دفتر در اون زمان کسی بود که وقتی حرفش میشه میگن که خانم دیبا
3 تا مؤسسه داشت، 4 تا نمیدونم فلان داشت، آموزشگاه داشت، پیجگی داشت. خب همه اینا یعنی وقتی یکی رئیس دفتر ایشون میشه همه اینا زیر نظر این آدم برنامه‌ریزی میشه. خب کسی با این افکار مذهبی متحجر وقتی در کنار ایشون و برنامه‌ریزی ایشون هستش، خب فکر می‌کنم فتنه بیشتر به سمت همین آدم‌های میشه که اینا انتخاب کرده بودن. نظر شما چیه آقای زمانی؟ ببینید سید حسین نصر یک انسان متوهم و شارلاتانیه که هنوزم زنده است. ایشون با دستگاه جمهوری اسلامی ارتباط کامل داره. عکساش هست که با خاتمی تو مهمونی که دعوت کرده، خاتمی رفته بوده اون زمان به همون نیویورک، ایشون رو دعوت میکنه. یک شخصی بسیار عقب افتاده ولی منتها در اون مقاطع به قول معروف پیش کورا خوشرقصی میکردن، چون هیچ انسان فهمیده ای را اجازه بهش نمیدادن اصلا وجود کنه. امثال حسین نصر و شریعتی و مطهری شده بودن افرادی که در جامعه به قول معروف جولان میدادن. آقای حسین نصر، من یه مثال ازشون بزنم. فرح یه خیابونی رو کرده بودن به نام فرح پهلوی. فرح پهلوی میاد میگه، البته اونم نه اینکه آدم افتاده ای بود که نمیخواست خیابون به نامش بشه، این یه متلکی شده بود. مردم سوار ماشین که میخواست بشه یادم گفت کجای فرح، مثلا از تاکسی میگفت فرح، میگفت کجای فرح، یه همچین جوک شده بود این موضوع. فرح آمد گفت این رو عوض کنیم چیزا، اسم این خیابون رو. از آقای حسین نصر نظر خواست. آقای حسین نصر فرمودن ملا صدرا بذاریم. فوراً تصویب شد، ملا صدرا شد. خب فرح پهلوی یک ذره شعور داشت، میرفت ببین آقا این ملا صدرا کیه؟ ملا صدرا همون شخصی است که میاد میگه زنان جزو بهایم هستن، حیوانات هستن و خداوند همونجور که گاو و خر آفریده برای یکی شیر بده که بار ما رو ببره، زن هم برای شهوت ما آفریده. خب یه همچی شخصی را که یه همچی دیدی داره که میاد میگه خیابون رو بذاریم به نام ملا صدرا، یعنی با آخوند هیچ فرقی نداره افکارش. این در دفتر خانم فرح پهلوی رئیس دفترش بوده. احسان نراقی به طریق دیگه ای. اینا یک سری افرادی بودن و خود ایشون ببینید ما همش زمان قاجاریه رو مسخره میکنیم که زنای فتحعلی شاه و زنای ناصرالدین شاه جمع میشدن، یه درخت چناری وسط اونجا بود به حاجت میبستن. دربار این بدتر بود. دربار این مادرش بود که چند وقتی بعد سفره مینداخت. خود فرح، خود شاه، اینا همه خودشون مذهبی بودن، احترام برای علما قائل بودن. همون سفر ایشون به عراق به وسیله حسین نصر، الان عکساش از خود حسین نصر خانمش با فرح پهلوی میرن دیدن آقای خویی که ایشون یه انگشتری میده که اینا بده به اعلیحضرت. این انگشترها خویی همچی افکاری داشتن. یا آخه شما عقل یک ذره داشته باشی بلند میشی دیدن خویی. آخه خویی چه یعنی اینقدر تو شعور دستی که آخوند آدمیه که بیاد جلو هم دیگه وایسن به خاطر تو، اونم تو اون جوی که همه از خمینی حمایت میکردن. خویی میاد خودش مقابل خمینی قرار بده به خاطر، یعنی میخوام به شما بگم دیدی نداشتن راجع به جامعه، شعوری نداشتن، همه کارم بوده. این مشکل کار بود. درسته، حق با شما سید زمانی. البته طبق فرمایش حالا دنباله فرمایش شما فکر میکنم که حتی شاه که به عنوان کسی که خودش رو تصمیم گیرنده نهایی توی اون کشور مثل همین ولایت فقیه الان قرار داده بود، تو خیلی از چیزها ظاهرا میگه که من اطلاعی نداشتم یا اینکه من خبر نداشتم، که این توی خاطرات کسانی که با شاه در ارتباط بودن خب نگاشته شده و هست. الان اگه دوستان هم بخوان مطالعه کنن، من فکر میکنم که تو خاطرات اسدالله اعلم جز اون کتاب‌هایی هستش که شاید واقعا آدم به روز اون دوران میبره و خیلی راحت میتونه تو ساعت‌ها و روزها در حکومت و یا دربار قدم بزنه و حوادث رو ببینه. یه چیزی که باز توی خاطرات اسدالله اعلم هستش اینه که اگر اول اینکه شاه شاید اطلاع، همه میگن شاه اطلاعی نداشت که در جامعه چه خبر بود، ولی حتی اگر اطلاعی هم از اون موضوع داشت انگار که نسبت بهش بی‌تفاوت بود، یا اینکه مردم براش مهم بود، یا اینکه دیگه خودش به انتهای راه رسیده بود و براش مهم نبود که چه اتفاقی هم برای حکومت خودش یا هم برای سلطنت خودش هم برای مردم میفته. چیزی که من از خاطرات اسدالله اعلم برای این موضوع فکر می‌کنم جالب باشه،
چیزی که بیان کرده اینه که در اون سالها هم، یعنی در سال 1152 هم گرانی بیداد میکرد. همه چیز کمیاب شده بود که مثلا گوشت یا گوشت مرغ و مواد غذایی در کشور پیدا نمیشد و در سال 53 یعنی دقیقا زمانی را که آقای هویدا به عنوان عصر طلایی ازش یاد میکنن، حتی مردم دیگه نون هم پیدا میکرد. و توی جای دیگه از کتاب خاطرات اسدالله اعلم نوشته شده که در سال 53 وقتی به خدمت اعلیحضرت رسیدن و بهش در مورد گرونی یا نبودن گوشت مرغ باش صحبت کردن، کامل ایستاده و به تمام حرفای من گوش کرد، ولی چشماشو رو هم گذاشت و هیچ عکس‌العملی نشون نداد. چیزی که اسدالله اعلم میگه این به این معنی هستش که من حرف تو را میشنوم ولی نمیخوام جواب بدم. آیا این نمیخوام جواب بدمی که حالا اسدالله اعلم ازش به این تعبیر یاد میکنه نشون دهنده بی‌تفاوتی شاه نسبت به اوضاع جامعه است یا ناامیدی شاه از شرایطی که به وجود اومده یا متزلزل شدن سلطنتش است؟ شما چی فکر میکنید؟ نه اینجور نیست که ایشون خب کاری بلد نبود، همه کاره هم بود. خب این میشه به اینجا که آخرش میاد میمونه که چه کار کنه. هر یکی از وزراش میگه یه برنامه‌ای بود ما بهش ارائه دادیم گفتیم که آقا این کارو باید انجام بدیم. ایشون گفت نه اشتباهه، اون کاری که من میگم انجام بدیم. بعد ما اون کار انجام دادیم، اشتباه شد، یعنی کار به بنبست خورد. برگشت به ما گفتش که چرا این کار شما انجام دادید؟ گفتم آقا خود شما گفتی. گفت من که وزیر نیستم، شما وزیری. ببینید این خانواده پهلوی به وسیله کودتا آمدن توی مملکت. رژیمی که به وسیله کودتا استوار بشه در یک کشوری عاقبتش به همین انقلاب هم منجر میشه. اینها کشاورزی مملکت نابود کردن، دامداری مملکت نابود کردن. پدر ایشون با کشتار عشایر دامداری کشور، ما در زمان پدر ایشون ما به کشورهای هندوستان و اطراف خلیج فارس گوشت صادر میکردیم، از لحاظ گندم اینا خودکفا بودیم. اینا ما تبدیل کردن در خود ایشون بعد از انقلاب سفید خودش بعدش یه حرکت‌های رفرمایی انجام میدادن. این رفرما حالت کاریکاتور داشت. زمین و از ارباب میگرفتن، اونم تقسیم میکردن به دهاتی. خب این کار درست، کار بسیار رفرم خوبیه، ولی خب دهاتی که کشاورزی کالکتیو درست نمیتونه بکنه، اون میشه کمونیستی. بهش میگفتن این کمونیسته. کشاورز میام از 100 هکتار زمین ارباب تقسیم میکردن به 10 تا کشاورز، به هر کدوم اینا اون 100 هکتار کوچیک میشد 10 هکتار. 10 هکتار که دیگه بازده نداشت، یه نون خودش در می آورد، بعد بقیه‌اش هم میرفت تهران میرم عملگی میکنه. کشاورزی را ایشون نابود کرد. چرا میگم یه همچین تئوریایی داشت؟ چرا تو جنگ سرد بودیم ما؟ در دوران جنگ سرد ایشون میخواست رفرم های کمونیستی و سوسیالیستی انجام بده که کشورهای سوسیالیستی نفوذی نداشته باشد. انگلیس ها از زمانی که انقلاب اکتبر انجام شد نگران بودند که ایران بیفته به دام انگلیسا، به دام روسا. به خاطر همین رضا شاه رو به قدرت رسوندن. به خاطر همین مسئله نفت بود که خود محمد رضا شاه رو به قدرت آوردن. و تمام اینا برمیگرده به این که این افراد را دول خارجی که سابقه نداشت در کشور ما، شما هیچ وقت در ایران سابقه نداشتی دولت خارجی پادشاه برای ما تعیین کنه. همیشه یکی گردن کلفتر بود، میزد و میبست و یه قدرت به دست میگرفت. ولی زمان پهلوی ها ما از طرف انگلستان به ما نیرو گذاشتن که آقا این پادشاه شماست. سوال اینجاست آیا انگلیس ها دلشون برای ما سوخته بود، علاقه‌مند بودن ما پیشرفت کنیم؟ این و سوال اگه ما بتونیم جواب بدیم که چرا این آمدن رو کار. بعد یه چیز من به شما عرض بکنم. ببینید مصدق آمد نفت ملی کرد، شیلات ملی کرد. این شخص آمد با کمک خارجی علیه ملت خودش کودتا کرد. بعد 25 سال هیچ کی صدایی در نمیاره. ما اواخر سالهای 50 اینا 6 میلیون نفت در روز میفروختیم. پول این کجا رفت؟ این پولا کجا میرفت؟
کجا میگن شیر مجانی به بچه میداد؟ آخه این کارها، این نمایش‌ها چه به درد جامعه میخورد؟ چه سیستم، چیز زیربنایی ما داشتیم؟ غرب که به ما هیچ نمیداد، تمام صنایع مونتاژ به ما میدادن. شرق هم که به ما چیزایی میداد، اینشون میرفت خرید میکرد برای اینکه اونا رو راضی نگه داره. نفت هم قرارداد بسته بود با اینا میبردن، گاز رفته بود با روسا قرارداد بسته بود به قیمت 1/18 بازار. بعد جنایت بیشتر ایشون این بود که نفتی را که مصدق ملی کرده بود داد در اختیار انگلیسا و به انگلیسا خسارت هم داد. اون مقطعی که مصدق نفت ملی کرده بود قرارداد زد 25 سال باید ایشون نفت انگلیسا و آمریکایی‌ها نفت بردن. بعد سال 52 که داشت تمام میشد، چند سال دیگه، این شخص رفت با انگلیسا و آمریکایی‌ها یه قرارداد جدید بست، به 20 سال تمدید کرد. چرا در قرارداد جدید ایشون استخراج دستش باشه؟ چون طبق قرارداد قدیمی استخراج، اکتشاف، خرید، فروش همه در اختیار شرکت‌های کنسسیون بود. شاه فشار می آورد که تولید بیشتر کنید، اونا قبول نمی‌کردن، نمی‌خواستن اوضاع بازار خراب کنن. ایشون با قرارداد جدیدش رفت اینجور کرد که تمام اینا دست خودش باشه، این سهم اونا رو بده. یعنی خیانت پشت خیانت به مردم. بعد یه دلم میان میگن این شخص به ما واقعا نمک نشناس. ما چه نمکی از این خوردیم؟ آقای زمانی، همین اینجا یه سوال اتفاقا الان طبق فرمایش شما که الان فرمودید که شاه حالا نفت رو میداد یا حالا گاز رو میداد و خب از یه طرف هم طبق چیزی که هم شما گفتید هم من اول عرضم عرض کردم که کندی گفته بود که اگر این اختلاف طبقاتی رو در ایران از بین ببری خب انقلابی در ایران اتفاق نمیفته. ولی خب حتی یک ویدئویی از شاه هستش که میگه که یه زمانی ما پول نداشتیم در کشور ولی الان دیگه پول داریم که نمیدونیم چه کارش کنیم. خب همه اینا، یعنی حتی ایشون فکر میکرد که چیزی مازاد بر اون بودجه‌ای که در کشور نیاز داره پول دارن، خب برمی‌داشت به فاضلا به فلان جا وام میداد، به شاه فراری فلان جا کمک میکرد، به عنوان کسی که مثلا کسی که مثل من هست، ما در یک طبقه هستیم، ایشون هم شاه هست منم شاه هستم، چون حالا ایشون فراری شده یا حالا کشورش بیرون اومده من بیرون به این آده. حالا اینکه انسان دوستی چیز بدی نیست، ولی اینکه ما بخوایم از شکم خانواده خودمون ببریم برای رفاه یک آدم متمول دیگه، اونم هواپیما براش جور کنیم، نمیدونم زندگی آنچنانی براش در فلان کشور آماده کنیم، خب اینا همین نشون دهنده این هستش که همین حرفی که شما فرمودید، اینکه کلا آدمی نبود که بتونه برای یک کشور تصمیم بگیره یا فکر کنه یا برنامه‌ریزی کنه. با این توصیفی که خانم فرح پهلوی یا فرح دیبا عرض کردن، پس فتنه‌گر اصلی خود شاه بودن با این حساب. 100% فتنه‌گر اصلی خود ایشون بود که کار به اینجا رسوند. این شخص اگر چند سال پیش یه رپوری در جامعه انجام میداد، گوش به حرف عقلا میداد، هیچ کس با این آدم حساب نمی‌کرد. بهش میگفتن در فلان کنفرانس بذار 4 تا آدم فهمیده ببریم، میگفت اینا به چه درد من میخورن، من خودم همه چیز اطلاع دارم. در هیچ جای هیچ ایرانی رو اجازه حتی ایشون دندون پزشکش یه سوئیسی بود. شما ببین الان آخوند میده به چین، میده به اون ور، میده به سوریه کمک میکنه، به حسن نصرالله کمک میکنه. اون رژیم هم همین بود. آخه مسئله اینه که اون رژیم واتساپ و تلگرام اینا نبود که مردم بفهمن، الان هست. اون رژیم هم مثلا شیلات جنوب و آقای عیادی به 6 میلیون کنترکت کرده بود، خودش فروخته بود به یه نفر 60 میلیون، اون فروخته بود به ژاپنیا. الان هم شیلات دادن فلان سپاه داده در اختیار نمیدونم چینیا. از اون ور ارتش مثلا خریدای ارتش با آقای طوفانیان بود، ایشون معروف بود اصلا فلان پورسانت بگیر بود. همین جنایت ها و کثافتکاری هایی که شما میبینید سپاه و آخوند انجام میده، یعنی کپی اون کارهای اونا رو انجام میده. اینو ما مسئله اینه که ما اگر 20 سال دیگه بیایم بگیم آقا عجب زمان یکی بیاد بعد از این آخوندا که از آخوند بدتر باشه، ما بیایم بشینیم بگیم آقا عجب خدا روحت شاد سید علی، واقعا تو کم میکشتی، 3000 تا یکی پیدا شده که 10,000 تا میکشه در ظرف 1-2 روز. خب اینه که ما مثلا حق و حقوق خودمون و شخصیتی برای خودمون قائل نیستیم.
بین دیکتاتورها سعی میکنیم یه آقای خوب، یه ارباب خوب پیدا کنیم. 2500 سال این ژن نوکری تو بدن ما رفته. هنوزم که هنوزه یکی میپرسید حاضر نیست که بگه آقا من یه حکومتی میخوام که خودم درش دخیل باشم، یعنی خود ما مردم. حکومت استبدادی رو در کدام کشور شما دیدی کسی بپسنده جز ایران؟ شما کدام کشور دیدی مردم بگن ما یه نفر میخوایم دائم العمر پادشاه ما باشه، فرمانده ما باشه، ولی فقیه ما باشه؟ کی را دیدی همچین چیز باشه؟ و میمونه که اون کیه؟ چه آدمی هست؟ یکی مثل سیدعلی باشه جنایتکاره، یکی مثل خمینی باشه دیگه، مثل شاه یه مدل دیگه، مثل رضا شاه کلا استبداد فساد میاره و ما هنوز دنبال این هستیم که یه نفر پیدا کنیم خوب باشه. برای من سوال همیشه که چرا ما سیستمی داشته باشیم که خود باور کنیم با رأی مردم اداره بشه. چیز دیگه که در مورد حالا این فتنه ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، مثلا که اون موقع سر بودن و با حکومت، یعنی حکومت پهلوی کار میکردن، ولی وقتی که چه در اون آخرای حکومت پهلوی، چه زمانی که شاه از ایران رفت، در همون مدتی که شاه رفت و خمینی اومد، حالا کشور هیچ کسی نبود که کلا برنامه‌ریزی داشته باشه، ولی همون موقع هم کسانی بودن که با وجود این که داشتن برای قاعدتا در نبود شاه باید اوضاع کشور رو آروم میکردن، یا اینکه هنوز به اینکه خب شاهی بالاخره وجود داشت، ولی همون زمان هم با خمینی در ارتباط بودن. تک تک این افراد به وسیله خود شاه انتخاب شده بودن که امضا و حکم شاه برای منصوب کردن تک تک اینا خب وجود داره. در این فاصله با حکومت برای حکومت کار میکردن و با خمینی هم در ارتباط بودن. میتونیم سپهبد حاتم رو نام ببریم. سپهبد حاتم کسی بود که معاون قره‌باغی بود و با هم کار میکردن، ولی در همون زمان هم ایشون به صورت البته خود آقای قره‌باغی در کتاب خاطراتش نوشته که اطلاعات و یا اطلاعات مخفی را که توی حکومت بوده، حکومت اون دوره بوده، به امام خمینی میرسون. یا کسی مثل مقدم که رئیس ساواک بوده، همون موقع با آقای بازرگان که نماینده خمینی بود یا در شورای انقلاب بود در ارتباط بود. آقای جم مهمتر از همه این که جزئی از خانواده پهلوی بود. آقای جم داماد حکومت پهلوی، خانواده پهلوی بود، ولی با این حال وقتی به ایشون پیشنهاد میشه که بیاد وزارت جنگ رو قبول بکنه، اون اواخر قبول نمیکنه، به خاطر اینکه ایشون از آقای خمینی تقلید میکردن. خب این نشون دهنده که آقای سپهبد صمدیان، آقای سرلشکر مولوی، آقای نجیمی ناینی و همین افرادی هستن که خب به انتخاب حکومت وقت داشتن برای اون دوره کار میکردن، ولی تک تک اینا وقتی وارد زندگیش میشیم، وقتی اون دوره فعالیتشون میشیم، بعد میبینیم که همه اینا داشتن یا با شورای انقلاب یا با خود خمینی یا با نمایندگان خمینی در ارتباط بودن و اینها خودشون جزو کسانی بودن که میخواستن این حکومتی که حالا اون موقع به نام حکومت دیکتاتوری، حکومت استبدادی داشت، به هر حال اینجوری شناخته شده بود، داشتن فعالیت میکردن. حالا اینکه مردم خمینی رو شناختن یا اینکه کشورهای خارجی خمینی رو غالب کردن، حالا ما اصلا با این قسمتش کار نداریم. اینکه انقلاب منحرف شد، اینکه شخصی که مناسب نبود نشست حکومت سر حکومت، اینا همشون بحثشون جدا، ولی این اشخاصی که داشتن با دوره حکومت پهلوی کار میکردن ولی همزمان با اون یا بلافاصله بعد از اون داشتن با خمینی در ارتباط بودن، داشتن باش کار میکردن، اینا چطور میشه توجیه کرد؟ ببینید ارتشی را که شاه درست کرد مثل پدرش هم یه ارتشی میگفتن ایجاد ارتش نوین یکی از شاهکارهایشونه. ارتش رضا شاه 2 ساعت وای نستاد جلوی متفقین، یعنی متلاشی شد، در ظرف 2-3 ساعت متلاشی شده، همه هم فراری شدن و هیچ کدومشون مقاومتی نکردن. خود شاه هم فکر میکرد یک ارتش قوی حامیش میتونه باشه.
خود کندی به این میگه آقا اینقدر خرید نکن، خرید ارتش نکن. ارتش از 121,000 نفر رسونده بود به 410,000 نفر، خریدای کلون میکرد. به کندی اینا میگفت من دشمنم شورویه، میخوام انقدر قوی باشم این ارتش که جلوی روسای که اتم نداشته باشن من بتونم دفاع کنم. کندی میگفت بهش که آقا اگر روس‌ها حمله کردن اصلا مسخره میکردن ارتش اینا، که آقا ارتش تو که اصلا کار این چیزی نیست، ما خودمون 2 لشکر پیاده میکنیم با بمباران اتمی جلوی روس‌ها رو میگیریم. ما را مسخره میکردن. ببینید ایشون یه ارتشی درست کرده بود، میگفتن 5مین ارتش بزرگ دنیاست. همینا به صدام هم میگفته 5مین، همیشه 52 شماره 5 مال ما بود، ارتش دنیا هستیم. این ارتشی نبود که کاری انجام نداد و کاری توی جنگی شرکت نکرد. جنگ ظفار رفت روز شب اولی که وارد شدن 70 نفر اینا سر بریدن. اینا چیزش به ارتشی درست کرده بود که تمام سران ارتش وابسته به خودش بودن، یعنی شخصیتی از خودشون نداشتن. اگر میخواست اینا رو ملاقات داشته باشه به حساب رئیس دفترش میگفت دونه به دونه اینا رو میدید، هیچ وقت اینا رو با هم نمیخواست ببینه، هیچ وقت نمیخواست بین اینا اتحادی باشه. از کودتا میترسید. اگر یکی یک ذره یک کوچیک از اون یکی بلندتر بود کوتاش میکردن، به یه سطح میرسوندن. اون داماد خودشون شوهر فاطمه و خاتم را کایدش را دستکاری کردن، افتاد، چون نیرو هوایی ایشون محبوب شده بود. اگر یه ذره یه شخص یک ذره محبوبیتی پیدا میکرد، شاه فوراً اینا از بین میبرد. ارتشی درست کرده بود که فقط خودش خیمه عمود این ارتش خود ایشون بود، عمود این خیمه خود ایشون بود و اگر اون زمانی که این عمود را کشیدن خیمه آمد پایین. این موقع که گذاشت رفت ارتشی ها مونده بودن چه بکنن. خود ربیعی بلند شد رفت پیش خمینی، کت معمولی پوشیده بود، عکسش هست، رفته دست خمینی رو ماچ کرده. بعد اون فکر میکرد الان دیگه اینا کارش ندارن، ولی آخوند از ترس اینکه نکنه اینا کودتا کنن همه رو دستگیر کرد و اعدام کرد. اون زمانی که تو زندان بود برگشته و گفته بود که من شاه برام یه خدایی بود. یه دفعه دیدم یه ژنرال پیزوری آمریکایی آمد، این مثل موش مرده، این کلمه ربیعیه، گرفتمش انداختش از کشور بیرون. ارتشیایی که مونده بودن بعد از اون بلا تکلیف بودن، هیچ کدومشون قدرت تصمیم گیری نداشتن. شما ببین با ارتش مصر و اینا فرق دارن. در ارتش مصر چندین آدمی هست که بتونه کار انجام بده. در ارتش شاه فقط خود شاه بود، بقیه چاکرانن، بقیه نوکران. همینجور در کارهای دیگه، هویدا در کارهای سیاسی هم همینجور بود. هیچ کسی نمیتونست عرض اندام کنه بگه منم هستم، همه چیز به خود شاه بود. زمانی هم که خودش فرار کرد دیگه منتظر شاه بودید چه کاری کنن اینا، به هم بشینن نقشه کودتا بچینن. کوچکتر از این حرفا بودن، بلد نبودن اصلا کاری. خود آقای که آمد یک کودتایی انجام بده، حتی تانکایی را که آورد تو خیابون توپ پاش چیز کار نمیکرد. خب این یعنی بلد نبود حتی یک کودتا را چیز بده، سر و سامان بده. کاری ازشون برنمیاد. قره‌باقی گفت آقا من کجا با کی بجنگم، گذاشت در رفت قوم پیش شریعت مداری که مردم نگیرن تکی تکش بکنن. اینه که نفراتی را که جای خودش گذاشت. من یادم اون زمان تیمسار نشاط بود، آمد یک فرمانده گارد بود، یک رژه هم رفتن ولی 2 روز بعدش خودش متواری شد. ارتشی که سرانش فرار کنن، شما در جنگ‌های قدیم هم ببین دیگه، رهبر اون که در جنگی که اسکندر داشت، داریوش سوم، خودش که فرار کرد لشکرش فرار کرد، دیگه کسی نمیمون. سپاهی که وابسته به تو بزرگ ارتشداران شما هستی، میذاری سپاه و میری، بعد میگه که خودتون درست کنید. خب این کاری ازشون بر نمیامد. مثل بچه‌های یتیم افتاده بودن نمیدونستن چی کار کنن، که اینم شد دونه دونه اینقدر دید نداشتن که بتونن بدون ارزیابی از اوضاع اون زمان کنن. همشون تو دام خلخالی افتادن، همشون هم گریه کردن، همشون هم به بدبختی، به زجر، به بیچارگی هم کشته شدن. این اون ارتشی بود که از شاه مونده بود، اون از رجل سیاسیش مونده بود، اون از تربیت شدگان دانشگاهیش بود که مثل ریاضی و نصف و اینا تربیت شده دانشگاهی.
یعنی رجلی نبود، آدمی نبود، سیاستمداری نبود، ایشون نذاشته بود کسی رشد کنه. اصلا موقع که میگم روشن فکرها اصلا مسخره ترین کلمه است. شما اسم 5 تا روشن فکر ما در کل تاریخ اون یه فیلسوف نداریم، یه صاحب فکر نداریم. فیلسوف ما حسین نصر و علی شریعتیه که میگه با الاغ بهتر تا آدم تا با ماشین. تو الاغ نشستی میتونی کتاب بخونی، با ماشین نمیشه کتاب. خب این شعورش هست در این حد. اینا مشاورات باشن، شما منتظری اوضاع بهتر از این بشه؟ بعد آخرین مسئله هم که اینه که اینها خیلی میگم ببینید وقاحت میخواد که بعد از اون همه جنایت، بعد از اون همه دزدی، شما کدوم پادشاه رو میبینید در کل دنیا، همین کشورهای پادشاهی، که حساب تو بانک سوئیس داشته باشه، دزد باشه، جز محمد علی شاه و این شاه خودمون؟ کدوم آدم رو میبینی؟ مثلا امپراتور ژاپن شما ببین تو بانک سوئیس پول داشته باشه، تو بانک نه فرانسه پول داشته باشه، بعدم با پول برداره در بره، از اونم ملت بدبختش. اینا نه شخصیتی داشتن نه وجودی بودن. یه سری آدم‌ها انگلیس‌ها برای ما علم کردن. با این فرمایش شما وقتی آدم به این جمله یا به این تیتر خانم فرح دیبا فکر میکنه، اینکه به گفته شما ما روشنفکر نداشتیم. رجل سیاسی دربار هم که با این بحثی که الان شما فرمودین و گفتیم، این که رجل سیاسی هم خب همشون کسایی بودن که خود شاه انتخاب کرده بود و خب حتی نمیتونستن بدون که ایشون از کشور رفتن، بدون ایشون حتی نمیتونستن کوچکترین تصمیمات، حتی ساده ترین تصمیمات رو بگیرن. خب کشورهای خارجی هم خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب همین خانم دیبا پناهنده شد به همون کشورهایی که اگر بگیم فتنه‌گر بودن، فتنه ایجاد کردن، خب ایشون پناهنده شد به همون کشوری که فتنه کرده بودن. روشنفکر که فتنه نکرد، کشورهای خارجی فتنه نکردن و درباری ها فتنه نکردن چون خودش انتخاب کرده بود. خب این مثلا کسی جز مردم بیچاره‌ای که در کف خیابون بودند و حق خواهی می‌کردند، برای رفاه، مسکن، آزادی، نان داشتن مبارزه می‌کردن، آیا حرف این خانوم فقط توهین به این مردم نیست؟ واقعا چه فرقی بین آقای سید علی خامنه‌ای با خانم فرح دیبا هست که هر دو مخالفینشون رو دیگر می‌نامند؟ ببینید رژیم آخوندی امتداد همون رژیمه. اینا هیچ وقت کشورهای غربی هم نمیخوان که یه سیستمی در اون مملکت حکم‌فرما باشه که حق و حقوق مردم رو بده. به این صورت حق و حقوق اونا کم میشه. الان شما ببین اگر زمان شاه یه حکومت درستی بود، مردم در رفاه بودن. اگر آخوند یه حکومت درستی بود، به جای اینکه چین و روسیه باج بده، اینو خرج مردم میکرد. این دو حکومت در امتداد همدیگه‌اند، فرقی زیاد با همدیگه ندارن. اون رژیم هم مردم انقلاب که کردن نمیدونستن که چی میخوان. چرا؟ چون سالها تحت فشار اینا رو قرار داده بودن، فقط میدونستن که آزادی میخوان. ببینید چند وقت پیش چیزا رو کشتن، چاوچسکو رو کشتن. از یه مأمور گاردش پرسیدن که تو چی میخوای؟ گفت من آزادی. بعد گفتن آخه آزادی چیه؟ نمیدونست. میدونی ما مردم را انقدر تحت فشار و تحت کنترل و تحت ناآگاهی نگه داشته بودن که مردم خودشون هم نمیدونستن. خمینی زمانی که میآمد میگفتش که در سال 42 حرف خمینی چی بود؟ میآمد میگفت انجمنهای ایالتی و ویالتی چرا میگن قسم به قرآن باید نخوریم، قسم به کتاب آسمانی بخوریم. میآمد میگفت زنها چرا رأی بدن. یکی نمیاد بگه آقا این حرفش خب این درسته، زن رأی بده چیز منفی نیست، ولی چون مخالف شاه بودن حرف اینو نمیفهمیدن چی میگه، فکر می‌کردن هر چی میگه درسته چون مخالف شاهه. میدونید البته اون هم یک بازی بود که مردش رأیش اثر نداره، حالا رأی زن چه اثری داشته. اینا یه برنامه‌های رفرم‌های انجام میدادن ظاهری که مثلا بگن ما متجددیم. مثل به نوعی مردم نمیدونستن چی میخوان، ولی میدونستن که این شرایط و این حکومت رو نمیخوان. اینو میدونستن. دقیقاً میدونستن که مردم، میگم چون یه رهبری نداشتن، چون آگاهی کسی به اینا نداده بود، میدونستن جونشون به لب رسیده.
میدونستن فساد زیاده، میدونستن هر روز میگم تو مملکت راندخاری بدتر از الان بود. این که شما فکر نکن الان میگم چون چیزای عمومی هست ما میشنویم، اون موقع نمیشنویدیم. ما اون موقع کسی در جریان نبود. ولی من همون زمان یادمه یه امل ساین آمد تو ایران مثلا، ایشون شبانه میبردنش، شبی 50,000 تومان خرجش میکرد. خب حقوق معلم اون موقع 700 تومان. خب این پولا را کی داشت؟ من خودم شخصا از یکی از دوستان آقای چیز شنیدم تو زندان قصر بود، آخرها گرفته بودنش، حجبر یزدانی. حجبر یزدانی یکی از یه چوپان بود، به وسیله آقای عیادی وارد دربار شد، گوشت دربار رو تامین میکرد، شده بود یکی از میلیاردرهای ایران. سوادم نداشت، امضام درست نمیتونست بکنه. الان هم رفته بود کاستاریکا بانک داشت، مرد چند سال پیش. این شخص خودش با دوستش میگفتش، دوستش یعنی شرح میداد که حجبر گوگوش را دعوت کرده بوده که براش برقصه و بخونن توی بهونه خصوصی. گوگوش میخونه، بعد از گوگوش میخوان که براشون استریپتیز کنه. گوگوش تن به این کار نمیده، ایشون یه چک 100,000 تومانی میذاره رو میز، گوگوش تن به این کار میده. بعد که شروع میکنه به استریپتیز، آخرای کار دیگه با همه چیزش در نمیاره، باز ایشون یه چک 200,000. شما ببین اون پولا عین همین الان که میگه فلان آقازاده چند میلیارد خرج فلان میکنه، همون مدل بود، منتها ما نمیشنیدیم چون مردم یه سری تو دهات بودن، یه سری هم که تو شهر و اینا بودن از این چیزا اطلاعی نداشتن. یه سری جوون و دانشجو اطلاع داشتن که اینها هم تا دهن باز میکردن دستگیرشون میکرد و ساواک مینداختشون زندان یا میخریدشون، میگه آقا دهن تا ببند بشید خوش باش، تو چه کار داری، چه خبره تو مملکت، تو هم یه چیز ما به تو میدیم دیگه، کار نداشت. خیلی ممنون آقای زمانی. مطالب زیاد هست، بحث زیاد هست. متاسفانه ما به آخر برنامه رسیدیم. اگر مطلبی خیلی کوتاه فکر میکنید در این شرایط اگه با این خانم برخورد کنید، فقط در یک جمله چی بهش میگین؟ آخر مطلب رو بگید که ما ببندیم برنامه رو. والا ایشون من به این سن و سال باش و این وقاحت واقعا باعث شرمساریه. ولی البته از این خاندان بعید نیست. این خاندان بسیار رذل و بی‌پرنسیبن که هیچ چیزی از اینا بعید نیست. و همین که شرم نمی‌کنن، شما فکر کن اصغر قاتل بیاری چند سال دیگه بنشونی، بعد اصغر قاتل از عملکرد خودش دفاع کنه، بعد بگه شما نمک نشناس میدید. اتفاقا اینا آخرین جمله من بگم، اصغر قاتل مخواستن اعدامش کنن، برگشته گفت منو بعد چی می‌خواید اعدام کنید؟ من 4 تا آدم بی سر و پا رو کشتم. اینا که آدمی نبودن. دید اصغر قاتل شبیه به ایشونه در بسیاری موارد. خیلی ممنون از اینکه با این برنامه همراه بودیم و خیلی ممنون از اینکه اطلاعات خیلی خوب را به ما رو با این اطلاعات آشنا میکنید. و تاریخ چیزی هستش که شاید با کتاب خوندن و با مطالعه چند کتاب ما چند تا مطلب بتونیم بیاموزیم یا به خاطر بسپاریم، ولی شنیدن تاریخ از زبان کسانی که خودشون در جریان حوادث بودن برای ما هم ارزشمند هستش، هم گویای خیلی چیزا هستش. ممنون که با ما بودید. من یه چیزی هم به شما اضافه کنم به این موضوع. ما دشمنی شخصی نه با پهلوی داریم، نه با رضا شاه داریم، نه با شاه داریم، نه با فرح داریم. ما حقایق را میگیم از مردم کتمان نکنید، با مردم راست باشید. مالشون رو خوردید، تحقیرتون نکنید بیش از این. درسته. خیلی ممنون. آرزوی روزهای بهتر و توفیق همچنین بچه‌ها و تشکر از شما و همه بینندگان. تا برنامه بعدی، بدرود.